سلام، وقتتون بخیر. امروز با یه مقاله جدید در خدمتتون هستم. تخیل کارآفرینانه در ایده پردازی برای سرمایه‌گذاری جدید که از مجله آکادمی آف منیجمنت برای سال 2018. این که میاد توش میگه نقش تخیل کارآفرینانه در فرآیندهای تولید ایده‌های جدید برای کسب و کار رو میاد توش بررسی میکنه و میگه که چارچوب حل مسئله خلاقانه 3 مهارت شناختی داره که این 3 مهارت شناختی تخیل خلاق، تخیل اجتماعی و تخیل عملیه که ترکیب اینا میتونه توی تخیل و دانش مورد نیاز برای شبیه سازی ذهنی سناریوهای مختلف به وظایف کارآفرینانه کمک کنه. خلای نظری که این تحقیق دیده بود این بود که پژوهش‌های پیشین میومدن تخیل رو به عنوان عنصر کلیدی در نظر میگرفتن ولی یکسان در نظر میگرفتن و تفاوت‌های فردی در انواع و درجات تخیل رو نادیده میگرفتن. نیاز به اندازه‌گیری داره که عدم وجود از ابزارهای معتبر برای سنجش تخیل کارآفرینانه محدودیتی اساسی در توسعه نظریه‌های کارآفرینی ایجاد کرده بود و اینکه تمرکز بر ایده پردازی اومده بهش اینجا بررسی کرده. اهداف تحقیق این بوده که شناسایی تعریف 3 بعد تخیل کارآفرینانه که خودش معرفی کرده بود که تخیل خلاق، تخیل اجتماعی و تخیل عملی بود. توسعه یه ابزار اندازه‌گیری برای سنجش این ابعاد و بررسی تاثیر هر بعد از تخیل بر کمیت و کیفیت ایده‌های کارآفرینانه فراتر از تاثیر متغیرهای سنتی مانند انگیزش و دانش و تجربه. روش شناسی این تحقیق اینجوری بود که یک شبه آزمایش بود با رویکرد ترکیبی که 506 نفر از جمعیت شاغل در ایالات متحده با تجربه متنوع کارآفرینانه بوده. روش نمونه گیریش هم که تصادفی بود. اجرای تحقیق تو 2 مرحله انجام شد. مرحله 1 شرکت کنندگان اومدن با استفاده از یک فناوری تشخیص چهره ایده های کسب و کار جدید رو تولید کردن. تو مرحله دوم اومدن بهترین ایده خود رو انتخاب کردن و توصیف کردن. متغیرهای مستقلی که اینجا داشتیم تخیل خلاق بود، تخیل اجتماعی و تخیل عملی. متغیرهای وابسته کمیت ایده بود که تعداد ایده های تولید شده رو میگفت و کیفیت ایده که ترکیب اصالت و امکان پذیری ایده ها بود. تحلیل داده رو اومدن از رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل وزن نسبی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده کردن. کنترل متغیرهای مداخله‌گر مانند سن، جنسیت، تحصیلات و تجربه راه‌اندازی کسب و کار هم کنترل کردن. بررسی میانجیگری کمیت ایده در رابطه بین تخیل و کیفیت ایده هم داشتن. یافته‌هاش اینجوری بود که تخیل خلاق و اجتماعی به طور معناداری با کمیت ایده ها مرتبط بودن. تخیل عملی هم بر کمیت و هم بر کیفیت ایده ها تاثیر مستقیم داشت. کمیت ایده رابطه بین تخیل خلاق و کیفیت ایده را به طور کامل میانجیگری کرد. تخیل کارآفرینانه حتی پس از کنترل اثرات دانش و تجربه واریانس قابل توجهی در نتایج توضیح داد. نتیجه گیری این تحقیق این بود که تخیل کارآفرینانه یک سازه چند بعدیه که حالا 3 بعدش رو اینجا بررسی کرد. یافته‌ها نشون میده که نظریه‌های کارآفرینی باید به تفاوت‌های فردی در انواع تخیل توجه بیشتری می‌کرده. پیامدهای عملیش اینجوری بوده که آموزش مهارت‌های تخیل میتونه بهبود عملکرد کارآفرینان کمک کنه بهش و پیشنهادی که برای پژوهش‌های آینده داد این بود که بررسی تاثیر تخیل در مراحل بعدی کارآفرینی مانند جذب سرمایه و اجرا. این مطالعه کلاً یه چارچوب نظری و ابزار اندازه‌گیری جدیدی اومد داد که گام مهمی تو جهت درک نقش شناخت در کارآفرینی داشته. مرسی از توجهتون و خدا نگهدار.